امروز 35 روز از تابستونه که متاسفانه از 6 صبح با رژیم شروع میشه. واقعا نصف تابستون گذشت و خیلی زود باورم نمیشه. البته که منم همینطوری از 6 بلند نشدم به خاطر بانک و کلاسه، ولی خب بعدش بعد کلا تو خونه بگذره. این شنبه‌ای که بعد شروع رژیم می‌خواستم رسید. البته که قرار نیست چیز نخوام، قراره سالم بخورم. پای ثبات این رژیم خوردن دتاکس آب و لیمو، صبح ناشتا، پوست بدن خیلی کمک می‌کنه. دیگه بعدم رفتم یکم به خودم رسیدم، اتاقو جمع کردم تا تحلیل بره که برم برای صبحونه. اینجا بازم به این نتیجه میرسیم اتاق هیچ وقت مرتب نمیمونه. برای صبحونه من اولین بار از این رایس کیکا گرفتم. دیگه همتون منو میشناسین، اصلا از صبحونه‌های اینطوری خوشم نمیاد. همیشه یا پنکیک می‌خوام یا بیسکویت با چایی، ولی دیگه این بار به پنیر و میوه‌ام رو بردم. و مثل همیشه میریم با سریال میخوریم، یعنی این کار مورد علاقه من. ناهار و شامم میارم تو اتاق تنها اینطوری. قبل اینکه دیر من بشه گفتم میام این کوله اون مایی که گرفتم و افتتاح کنم. کوله‌ای که خیلی خوشگل و نازک، میتونم بگم عاشقش شدم و درسته به ورزشی نمیخوره، اما گفتم با این امروز افتتاح شه. بعد این ماگی که تو کل این استا دیده بودم و گفتم که رنگی بگیرم که با کیف استچ و با هم استفادهش کنم. وقتی میگم هیچ وقت اینجا مرتب نمیمونه، دیگه فقط تون زود سریع آماده شدم، با که دیرم نشده بود. ولی خب چیزایی که تو کیفم میذارم چون پرسیده بودیم: کفش، اسپری و مام، برس که حتما، تو و راکت، و در آخر آب با یخ خیلی 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 زیاد. راه افتادیم و واقعا تو این گرما آدم ذوب میشه. اول رفتیم بانک که کارمون انجام نشد، بعدم مستقیم رفتیم سر کلاسم. بعد 2 ساعت هم برگشتم و هر چیزی که سر حالم میاره اون حس تمیزی و همون رفتن. چون تمرین امروز خیلی زیاد بود، یه منیزیم خوردم بر بدن و رفتم صبح روتینمو انجام بدم چون خیلی خیلی خسته بودم و اصلا حوصله‌شو نداشتم. بعد ناهارم سیب زمینی پخته و قارچ درست کردم. و از اونجایی که بقیه روز طور خاصی نگذروندم، از همینجا بعد باهاتون خداحافظی کنم تا یه ولاگ دیگه.